این توضیح میدی؟ شما توضیح بده این چی بود؟ سلام، اینجا چشم آبگرم سنگروده. عرضم به حضور شما درصد املاح این آب آهن، کلسیم، منیزیم، گوگرد و گاز نتروژن. این آب سر چشمه که بشینی برای عفونت قارچ و کهیر و اگزمای بدن خوبه. بخواید توی آبشنا یا دست پا یا تحرک داشته باشی برای ستونای فقرات و روماتیسم تیسی کمرت خیلی هم خوبه. برای سنگ کلیه چی؟ بله، چشم آبگرم سنگروده. سنگ کلیه خوبه؟ برای سنگ کلیه نه، ولی برای زخم معده خیلی خوبه. مرسی. متشکرم. این موضوع کرده بودیم برای زخم معده گفتم.